سب گایز، خوش اومدید به ویدیوی جدید ارشیا ایکس فن. بچه ها هممون لبوبو رو میشناسیم. من امروز اومدم لبوبوهای خیلی کمیاب بهتون نشون بدم که اول از لبوبوی طلا شروع میکنیم. لبوبوی طلای 24 عیار اینه. این ماکارونشه، انرژیش مثل ماکارون فرفری نیست و این ماکارونش از طلاست. ببخشید بچه اینا هم یکی از لبوبوهای فیگورن که خیلی کمیابن و اینا همینان. بعد بچه این رنگاش فیگوراش بازم خیلی کمیابه. اینا خودشون خیلی کمیابن، حالا بحث این نشه، واقعا کمیابن. بچه اینا هم لبوبوهای فرشته و شیطانن. بعد این فیگوراست، اینم از لبوبوهای کمیاب. ببخشید بچه یه لحظه اشتباه زدم. خب بچه اینا رو میبینید، این لبوبوی واقعا خیلی بچه بامزن. این لبوبوی رنگین کمانیه که اگه امروز فکر کنم 3 ساعت پیش احمد ویدیوشو گذاشته بود، دقیقا این عکس بود که آورد توی ویدیو. این بود و ببینین صورتاشون دقیقا مثل انرژی و خیلی خوشگله. من انتظار نداشتم، حتما یه دونه از اینا میخرم و آنباکسش میکنم، ویدیوشو براتونم میذارم. بچه ها بعدش این رنگین کمانشه همین. بعد مثلا اینم یه مدل دیگهشه که اینو رنگین کمانشه ولی کمیابه. اینا هم همون رنگین کمانن و انرژی رنگین کمانی هن. حالا من دارم بهتون الان میگم که اینا رنگارنگن، قیافشون هم مثل انرژیه، خیلی شبیه انرژی هن. اینا انرژی هن و چه خیلی قیافشون گوگلیه، یعنی اصلا خیلی گوگلیه. بعدش آره اینا میبینید، اینا گردن بندارن که من از اینا دیده بودم و دیگه همینو دیده بودم توی اسباب بازی فروشی مرن یاسری بود. آره اونجا دیده بودم. بعدش هم اینا فکر نکنم رنگین کمانی باشن، چون من همینو دارم دیگه. من این صورتی ها رو دارم دیگه. خب بچه ها رنگین کمان وارداتی اصلا نشستش هم هست، من اینو نمیدونستم. بچه بریم اینجا رو ببینیم. بچه ببخشید که ویدیو رو مثلا یه جوری تموم میکنم، میدونم چرا اینطوری میکنم. و بچه ها اگه بخواین ویدیوی لبوبو نشون دادن لبوبو هم میگیرم. اگه برین کانالم ویدیوهای کوتاه گذاشتم لبوبی کوکاکولا ما آنباکس کردن. اون ویدیو توی گوشی خودم بود، ولی اون یک ویدیوی انرژیم توی گوشی مامانم بود که پاک شده. متاسفانه نمیتونم ویدیوشو بزنم، ولی اگه ویدیوهای لبوبو بخواین من براتون میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با اون بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.